سلام. برای حل این سوال میایم از قانون لگاریتم‌ها استفاده می‌کنیم که اگه داشته باشیم لگاریتم a در مبنای b برابر باشه با مقدار c، نتیجه میگیریم b به توان c برابر استش با a. بنابراین از این عبارت دو تا حالت داریم. یکی این مقدار برابر با 10، بنابراین x به توان 10 میشه این مقدار، x به توان 10 برابر میشه با y به توان x و از این عبارت y به توان 10 میشه این مقدار، y به توان 10 برابر میشه با x به توان 4y. عبارت اول رو میام به توان یک x میرسونم. x بزرگتر از یک هستش و این کار رو میتونیم انجام بدیم. پس میشه x به توان 10x برابر میشه با y، چون y به توان x به توان 1x میشه y. حالا میام این عبارت رو به توان 10 میرسونم، چرا که در عبارت دوم اینجا y به توان 10 رو دارم. بنابراین y به توان 10 میشه x به توان 100x. و حالا به جای y به توان 10 میام این مقدار رو جایگزین میکنم. بنابراین x به توان 4y برابر میشه با x به توان 100x. پایه ها مساوی هستند، بنابراین نماها با هم مساوی قرار میدیم. 4y برابر میشه با 100x و از اینجا xy میشه 104 برابر میشه با 25 که سوال هم از ما حاصل ضرب xy رو میخواست. امیدوارم که از این سوال لذت برده باشین. تا ویدئوی بعدی.